ای بسم الله لاله من در دقت مونده چاکلیت راستی لاله این رفقان بیاشتم سیده نه لاله تو خبر نداره بس تلفش رفت چی رقم تری آبی وينك ويز ما نمردي گذشت اسم خیلی تلخ بوده والله باين باين دي باز ان شاء الله تلفون آوردم شوخی ما بخشیت یک خواب دنم که تلفونی لوکس آوردم من ده مجال والله ما نه تو بچه مات یه ما باشن من خمک بیدیم چیز کار کنی آلی مار بیدیم نکمک آقای سفتر لاله ماماله کجایه؟ من تازه از پیش رسید ترشید ای با خدای بوری در باشی بریم تو بور ما تنش ما چاکلیت میرون خب؟ سلام علیکم جان بخیر آقا سلامتی ای بسم الله لاله من در دقت مونده چاکلیت تو خوبی بخیر آمدی؟ بیا بکنم بیا بیشتی راستی خوبی جان دیور بخیر آقات خوشه زا بخیر آمدی یه راه بخیر خوب راحت آمدی بسم لاله خوبی جان دیگر جان دیور بخیر بخیر آقات خوشه شکر عبایی دوست خوبه؟ داری شکر عبایی دیگه چه راستی در میمانی رفته خام چطور خبر ندی لاله بی خبر آمدی تو یاره ما گفتم شما عذاب نشین دیگه گفتم شما غافل گیر کنم لاله شما بشین ما برم بلشیم چای میرم خب خب حالا لای دیگه چطوری؟ خوب بخیری جان دیوره؟ شکر بسی لاله بدون سال آرده یاره تو خیره خیره بخشی لاله ما تلفون آوردم شوخی ما بخشیت یک خواب دنم که تلفونی لوکس آوردم باز که سعی خوشت مایه نمایه باز کنی یا خوب چی تلفونه یاره امیر قدر گشتم بخته بل دست خوبش پیدا کردم یار خوب شای لاله جان تشکر ما خواهش تلفن نمی. نیاز داشتیم توش چه خبر داشتی که ما تلفن نزد نه ما فهمیده دادم دیگه تو چقی داشتی یار گفتم دیگه بخشید. اینی هست اره گفتم بخشید دیگه نوش بیرم کم دیل خوشی نه خب سعی دیگه ما کارم بود اه. یاری خیلی چیز خوب شی آی خوب شه آره راستی بخشید رحمه قیمه کن تلفن آوردم خب تاشک و آی بیل باید اول نک ما بخشش آوردم خوب بخشش ما تانه آورده بخشش ما تانه آورده بگیم بلد است ای تلفن ره نه آره خوبه چکلم یاد بگیرم خواه دیر شد؟ نه دیر نشد اینجا باش موی لاله این بخری راستی آقای بخشید یک چیز آوردم چیز خیلی میگه من تلفن راستی؟ سپرایز ای چای خواه خیلی میگه یک خوبش تلفن بخشید آوردم بخشید الارزام آوردم خوب کده چه خوش تلفن خیر کنه ما تلفن نداشتیم ره ما بخشید آوردم گفتم یک سوقاتی بیرم نه خوب کده رم یادم ندارم چی رقم میشه بچه چقدر خوب شه با خدا بشین بریم خونه نداشتیم آدیم حالا شما بشین ما برو بلشیم بیر کنم که من داشتیم
لالای بخورید نخورید تو واقعا خیر ما محروم ازین راستی لالای هم رفقان بیشتم سیده نه لاله تو خبر نه رو بستد تریاکوش رفت چی رقم تریاکیش ده با درسته بگرده کمران های خانه مردم دود نمیشه بیخینش دیو نشده مارسیشی آرسیش دیم نشته درسته الوا وادم برنه یاد بون برنه مرنه پیدا کنیم میشن بیا لما روز شما خبر کردم گفتم بریم نرفتن ها دیگه بیشتر نجاد لالای تو چای مایک بخور جمع کن من برم بیخم زارسیک دیو نشتش و خیلی بده دیگه اولاد بچه مات دون را تاپره تو خانه بجی میرم گانده که کلوش جمع کردن این چیز کرده دیگه کرمیجی ای خیلی مگم زترایا لکن نخلار بیدین نبوشه بیدین دانا بیدین سیگرت میگیرن بیدی بچه تو بیرم خبیرم تو گرمی هست یک دنه ما جا پیدا داد باش چیز خیلی لیگاش کننگا پوش نسواری آجیالیه بابا چنه من خمک بیدین چیز کار کنی مار بیدین کمک نه من دست کجا کنی تو دی گرمی هست کجا کنی انجینیری ول بقول نداشته باشه نه تو نامش انجینیر و نسوار میکشه از ما گله نکن خیلی چیز کار کنی یاده بچه گرمی یاده نمنده خباز شده بچه تو خود ما میرون باید یک دنه ما ندارم یک جا جورد یاتمنده که جورد نشت دستپاش زنم کردم و یادش بخیر سفداری ترسن 3 روز این تیته میشه نه یمی خیلی کار بد کردی اون دفعه سفتر گفتی ایران رفتیم نه بوری نرفتیم شما نهشتین گفتین که میدیم زیر آیدم بدی گفتی و پیش ما میشه خر تو نهشتی ما چیز کار داشتی تو ما گفتی نری ما اینا خر پیسه دار بودم خر فهمی خروار پیسه میوردم ما اینا رو داخت چیز در من خرلی کار کنید اینجا دیزی موزی با بقا بشین دیگه ما داخت چی رقم تیپ میزد ما اینا رو لان کروزر سرا بودم قد زمین ما رفتیم که او خطبات مکد آرزوی من میبید فهمیدی لان تکرازر دادم قد برف برف کنم سلوب کنم خدرات کنم دیجی دروغ نده تو ما خاطر مونم تو بخی دیگه خیلی تو رحمت من نداشتی بود خاطر شد کنم اما خاطر ما تو خیلی نیه بچه امون سفتر نیه چه بگی کدام سفتر اونو سفتر امون سفتر نیه سفتر نی واتیش شما دیونایی شما مار میشت منزلی تیپ زمین مادمان اماس خود چه نمادم مویه او بچه بیا چه بچه چی مایز نگدف کچ دیگه فراموش نه نانم خود چه اونو سفتر او چی از ما تو نه بچه نمایه چی تیپ زده بچه مور سایکین باشه بچه سفتر همیه او سفتر هم دو اگه میشتی مارم قطعه میزیل تیپ زمین مادم تو نه دیگه ما خیلی دو دفتم اصلا میتونم نرم پیدا لالای تو خودی خدا خود بینی مویات تو چه مویه رایتام ده والله 2-3 روز میشم امی کیه بچه تو خوبی به نظرم سجاده منخشی بچه چه خوب شده تو چی تیبایی شما چیکار اینجا؟ ما میتونم تو دستور گوش نکدیم ده اینجا ده بیر نمیگیردی بچهش بچه ما شما رو نگفتم که با این بری گفتی چرا نگفتی شما رو خبر کردم با این بری دیگه شما
و خودت گفتیم 2 سال بعد از ما استعمال میشه چند سال بعد مار میانه این میار گفتم ما اشتباهی برد کنیم زو ایران این میانه ما گفتم میره گشتی خوبه چیز کار داشتی ما رفتی دیگه ایران چیزا در ایران که اینجا نه خوبه نیز فایده رفیق بعد خیالش کو چیز کار بار میکردی زی بگی چیز کار میکردم زحمت میکردم اول پیسه جمع کردم رفتم ایران از اونجا کم کار کردم رفتم خارج نیال دیگه همونجا کار کردم نیالم دوم موتور دارم موتور بهترین زندگی دارم صفدر بچهش ما خیلی پیشگویی خودم را خبر کردم که باید بریم خودت گفتی از ما چند سال بعد معلوم خب میشه ما خیلی پیشگویی اگر رای چهار ما نشه بدی اگر رای چهار ما نشه بدی ما دوزی ما رفتم نکن بعد آیندهش بعد ما خشم گفتم سینم خوردم ریزتر مشمور گفتم با این بریم ما خیلی پیشگویی اگر چهار ما نشه بدی بگرم ما این پس دستمال آدم یکم این دفعه یکم این دفعه دستمال بگرم دیگه ما هیچ کار نمیتونیم دیگه خودم میلی بهترین زندگی دارم شما روز اول خبر کدوم بری شما خواهی رفیقی بعد چی قیتا بدرد مخرد دیگه ایمال کمک کمر دیگه بخشی زندگی راحت یک وقت بیاریم اگه میتونین امیال بالشین برین فهمیدین کجا بری گشت رو بری کار کن کم پیسه جمع کن برین دیگه کار کن جا بخشید حال فهمید دو باری ما سه رقمان که بر گشت گشت کنو نرین برو اونجا کارگیری کن کشتک چمارت کشتین بنزی حالا هسته کن کار میاد امیال مار سایگی نخواد کدام از ما خوبیه بود کار ما دفتر بچش خیلی پیشگویی اینجا اگر رای چهار ما نشه بدی دیگه ما کار کنید سب سنگ زدم ما سب غلط کردم ما مورد دیگه میشیم شما دیل شیم دیگه مثلا کار ما چیز از را برم اینجا مثلا امروز نان دکار داریم صبح موتور اسپاس خاطو چی فایده اینجا ناخ یال گشتینین راست بری دیران لک خاطر چیز دادت نخواه دینگی نکو راست میگه خاطر نگیردو خاطر چیز نان بیدی ناخ بچه راست میگه این روز موتور نه باشه جد مارونو بزنیم خودش پیه بابا چه اینا یا مورد کار نخرلی موتور میخره راست میگه با مفت یک دفعه جیب بشیم بازار مردم بریم مفت مفت میگیری صلاحش میگه بچه ما خیلی وينك ويز مرة موردي گذاشته اسم خیلی تلخ بوده اول باین وای ندی باز ان شاء الله آینده روشن کنیم ما دیگه غلط کنم تو بگم ما چیز خاک صاف کنی میگه موفق شد و هیچ وقت دیر نیه خب میال شما فقط قندقی از خود قول بدین که کارا ریلک نین دیگه قول میدی ما میدیم ما فقط قندقیش میاد کمک میتونیم شما رو برم در کمپ دیگه کم روپی میدیم بخشید کم پس کم 15 که از این حالت برم چین نه قول میدی ما قول میده که دیگه در ایران نه قول میده که دیگه در ایران نه خود دیگه قول میده که از تو یک دارو زندگی خوش نه دیگه بالشین بریم شما قول بچه قول قول دیگه ندی کار بریم نمیدی بریم بین گوجر بریم